سلام و درود بر شما. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من علی تماسبی هستم، مربی بدنسازی و این ویدیو جلسه اول یه دوره است. دوره استارت بدنسازی از صفر داخل خونه. دوره‌ای که 1 ماه تا 45 روز طول میکشه. جلسات رو یه روز زمین انجام میدیم. فارغ از جنسیت و سن و سالتون میتونید داخل این دوره شرکت کنید. میخوایم از صفر شروع کنیم. هر حرکت رو از پایه بهتون آموزش میدم. مدل ساده شدهش هم بهتون میگم که همه بتونید انجام بدید. با این دوره هم میتونید وزن بگیرید، هم میتونید وزن کم کنید، هم عضله میسازید. فاکتورهای دیگه آمادگی جسمانیتون هم تقویت میشه. زورتون بیشتر میشه، توان قلبی عروقیتون بیشتر میشه و به وضوح داخل روزمره حس میکنید که دیگه شما اون آدم قبلی نیستید. از سبک زندگی کم تحرک فاصله گرفتید، دارید میرید به سمت زندگی اکتیو و نتایجش رو تو کل ابعاد زندگیتون خواهید دید. اگر حاضرید و تمایل داره که شرکت بکنید داخل این دوره، ازتون خواهش میکنم الان که روز اوله یه عکس قبل از عمل بگیریم، مثل اونایی که میخوان بینی عمل بکنن ازشون عکس میگیرن که متوجه تغییراتشون بشن. ما هم همین کارو میکنیم. توی اتاقتون چند تا عکس از خودتون بگیرید، نه برای من، برای خودتون، به خاطر اینکه متوجه تغییرات بشید. موبایل رو یه جا بکارید، یه دونه از روبرو، یه دونه از پهلو و یکی از پشت سر. قد و وزنتون هم واسه من توی کامنت ها بنویسید. اگر دوست داشتید یه اندازه‌گیری و آنالیز قوی‌تر داشته باشید، میتونید این چیزایی که اینجا نوشتم با متر خیاطی اندازه بگیرید، اینا هم یه جا داشته باشید که متوجه تغییرات بشید. رفقا، این که شما وزن اضافه می‌کنی یا وزن کم می‌کنی بستگی داره به رژیمتون. ما توی این دوره قراره که یک روز زمین تمرینات مقاومتی انجام بدیم. منظورم تمریناتی که با وزن بدن ورزش بکنیم و کم کم به مرور سخت‌تر و سخت‌ترش میکنیم و تمرینات هوازی هم بهش اضافه میکنیم در آینده. در کل رفقا، اگر میخواید ورزش رو شروع کنید، عضله بسازید، چربی کم کنید و به لحاظ کلی فیتنستون رو پیشرفت بدید، این دوره برای شماست. اگر حاضری شروع کنی، یه کوچولو آب بیار، کفش ورزشی تو بپوش، بزن بریم. درود بر شما که حاضر شدی توی این ورزش‌ها شرکت بکنیم. مطمئنم از نتایجی که میگیری شگفت زده خواهی شد. بریم واسه گرم کردن سریع. بچه‌ها دستاتون رو باز کنید، شروع کنید به چرخوندن از شونه. یه دایره بزرگ بکشید. مرسی. از بالا شروع میکنیم گرم کردن تا پایین. هر جلسه همینه، گرم کردن و سرد کردن رو داریم و البته تمرینات مقاومتی. هر جلسه یه تمرین فول بادی کامله. بهترین ورزش برای کسی که مبتدیه تمرینات فول بادیه. مرسی. خلاف جهت. ایول. حله. حالا رفقا، پا رو از زیر بگیرید، بکشید داخل شکم. کشیدی اون یکی پا، یه تقه اون یکی پا. یک. مرسی. به به. حله. حالا بریم از مچ بکشیم. ایول. یه لحظه بکش، ول کن. درود بر شما. حالا رفقا، میخوایم یه حرکت لانج رو انجام بدیم. دقت کنید، 2 تا زانو 90 درجه است. زانوی عقب روی زمینه. دستاتون رو باز کنید، کمر کاملا میچرخه در این حد. رو به این ور میشی، بعد میچرخی کاملا رو به اون ور میشی. اوکی؟ خیلی نرم بدون ضربه این چرخش ها رو با من انجام بدید. مرسی. درود بر شما. حالا رفقا، 2 تا دستا رو به جلو، یه دست رو باز کن اینور، حالا اون یکی اونور. باریکلا. تا جایی بکش قشنگ کشش رو عضله سینه حس کنی. مرسی. به به. سر و گردن باش میچرخه. با حرکات پویا داریم گرم میکنیم. 2 تا دیگه. 1
2 مرسی. حالا دو تا دستا رو بذارید داخل پا، یه دست باز میشه رو به آسمان، سر باش میچرخه و بعد سویچ. 1 2 مرسی. بچه‌ها کامل تا میتونید دستو بکشید باز کنید. خودشه. باریکلا. عالی. عالیه. حالا بچه‌ها لگن رو هل بدید عقب، زانوی پای جلوی صافه، پنجه‌اش رو به سمت خودتونه، تا جایی که میتونید خم شید روی پای جلویی. بعد یه کشش خفیفی حس کنید تو پشت پا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مرسی رفقا. آروم بلند شید. حالا توی همون فرم، همون پایی که عقب بود رو چند تکرار این شکلی حرکت کیک بک، پا رو به سمت عقب ببرید. از الان بشماریم 5 تا. برو بریم. 1 2. بچه ها به زاویه های بدن دقت کنید. 3 تا. یکی دیگه. 5. حله. حالا رفقا میچرخیم. همه این حرکات رو واسه اون سمت میخوایم انجام بدیم. حرکت لانج، زانو عقب روی زمین، دست ها کاملا باز، چرخش به سمت من. حالا اونوری. بنازم. باریکلا. درود بر شما. آخیش. حالا بچه‌ها دو تا دست به سمت روبرو، یه دست باز میشه برمیگرده، اون یکی دست. بچه‌ها تا میتونید دستا رو بکشید. با عضله سینه کار داریم امروز. ماشاءالله. آخیش. حله. حالا دو تا دست داخل پا، یه دست میره بالا برمیگرده. برو ماشاءالله. آروم و تمرکزی برو. حرکت باید کنترل شده باشه. مرسی. دو تا دیگه. 1 آخری. 2. حالا لگن هول بدید عقب، پای جلو صاف، پنجه به سمت خودتون. برو پایین ماشاءالله. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. عالیه. حالا بچه‌ها آروم بیستید تو همین فرم. جای پا رو عوض نکنید. پای عقب میره بالا. 5 تا میخوایم کیک بک بریم. بچه‌ها به زاویه های بدن هم دقت کنید. خب کلا حواستون باشه. اگه زانوی جلو کمی خمه، کمر پایینه، اینا هم شما انجام بدید. بریم 5 تکرار کیک بک. 1 2 3. 1 2 3 4 5. مرسی. حل رفقا. بریم یه کوچولو ضربان بالا ببریم و بریم برای تمرینات اصلی. آماده اید؟ مچ پاتون رو به صورت تناوبی شروع کنید تاچ کردن. 1 2 1 2. باریکلا. کمی سرعت بیشتر. عالیه. حالا از پشت تاچ کنید. 1 2 1 2. به به. درود بر شما. حالا بچه‌ها تصور کنید میخواید شوت کنید. خب پا رو بندازید بالا. 1 2 1 2. مرسی.
بالا تنه رو لخت بگیر، شل بگیر که دستات هم هماهنگ شه. مرسی، عالی. حالا رفقا قدمای بزرگ به جلو و عقب. 1 2 1 2 1 2 1 2. مرسی. دستا هماهنگ. کافیه بالا تنه رو لخت بگیری، دستات خودش هماهنگ میشه. آها اینه. اوه. هی. حالا بچه ها همین حرکت به طرفین. 1 2 1 2 1 2 1 2. دستا رو باش هماهنگ کن. عالی بچه ها. حالا همینجوری که میریم دستا باز بسته باز بسته. کم کم سرعت رو بیشتر کن. 1 2 1 2. مرسی مرسی، عالیه. سرعت رو حفظ کن. مرسی. نفس‌های منظم. بچه ها هیچ وقت این تمرینات که انجام میدیم با هم نفس رو حبس نکنید. آدم بعضی وقتا ناخودآگاه خودش رو منقبض میکنه، اینطوری نگه میداره. همیشه بدن شل، نفس‌های منظم. مرسی. حل بچه ها. یه کوچولو آب بزنیم در حد 1 دقیقه استراحت و بعدش حرکت اول یعنی حرکت شنا رو با هم انجام میدیم. اصلا نگران حرکات نباشید. چند مدل اجرا براتون میذارم که همه بتونید انجام بدید. راحت واسه شنا 3 مدل اجرا میذارم. روی دیوار برای بچه‌های مبتدی، روی مبل یا ارتفاع بلندتر برای بچه‌ها که کمی تمرین داشتن و شنای اصلی واسه حرفه‌ای‌ترا. یه کوچولو آب بزنیم بریم واسه حرکات. خب رفقا، این حرکاتی که الان دارید روی صفحه میبینید برای بچه‌های مبتدی و بچه‌هایی که کمی سابقه تمرین داشتن، شنا روی دیوار و شنا روی یه سطح بلندتر. اون سطح میتونه مبل باشه، میتونه صندلی باشه، میتونه هر چیز دیگه‌ای باشه. فقط ارتفاعش طوریه که شما میتونید انجام بدید. مهمترین نکته توی شنا اینه که دست‌ها، آرنج هاتون به سمت داخل بشکنه. به زاویه دسته من دقت کنید. فکر کنید این یه دیوار نامرئیه، اینجا من میخوام روی شنا برم. آرنج ها نباید 90 درجه، این زاویه نباید 90 درجه باشه. کمی به سمت داخل خمه، یه چیزی بین 45 و 90. به این شکل، یعنی آرنج ها کنار بدن شماست، این شکلی نیست. زاویه‌ای که برای شونه‌های شما امنه اینه بچه ها. به همین شکل شنا رو انجام میدیم. نکات تکمیلیش هم حین اجرا بهتون میگم. آماده اید رفقا؟ هر شنا رو، هر حرکت رو کلاً 10 تکرار انجام میدیم و بعد 30 ثانیه استراحت میکنیم. بین حرکات هم 1 دقیقه تا 2 دقیقه استراحت. خب حالا سطحی که هستید رو انتخاب کنید و بریم واسه انجام حرکت اول، شنا. آماده اید بچه ها؟ من خودم چون بالای 1 ساله که ورزش نکردم میخوام روی شنا ورزش، روی زانو بیستم و شنا برم. اصلا به خودتون سخت نگیرید. از صفر میخوایم شروع کنیم، ذره ذره میریم بالا، تکاملمون رو رعایت میکنیم. بعد از مدتی تصاعد میگیریم، اصلا شدت میگیره پیشرفتتون. چون این متن ارزش واسه شونه من کمه، من مجبورم زانو رو ببرم بیرون که زاویه درست رو بتونم انجام بدم. حالت شنا. آماده اید؟ 1 2 3 برو بریم. بچه ها سرعتتون رو با سرعت من تنظیم کنید. آروم میریم پایین، سریع میایم بالا. 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7
8 9 10. 2 تا دیگه. 1 2. مرسی. استراحت. 30 ثانیه استراحت. هر موقع لازم داشتید آب بخورید رفقا. خب آماده باشید بریم برای ست دوم. 5 ثانیه دیگه. 1 2 3 برو. ماشاءالله. 1 2. مرسی. 3 4 5. عالی. 6 7 8. 2 تا دیگه. 9 10. استراحت. خب 30 ثانیه استراحت. بچه ها ست آخر رو که بزنیم، یعنی این ست، حرکت بعدی اسکواته. یه حرکت فوق العاده تکنیکی و خفن واسه پایین تنه. مادر حرکات پایین تنه است دیگه، همونطور که مادر حرکات بالا تنه شناه. برای پایین تنه اسکوات 5 ثانیه تا شروع ست آخر. حالت شنا. آماده باشین. 1 2 3 برو. ماشاءالله. 1 2 3. مرسی. 4 5 6 7 8 9. آخری. 10. استراحت. عالی. بچه ها 2 دقیقه استراحت بین حرکات. بریم برای آموزش حرکت اسکوات. همونطور که میبینید 2 مدل اجرا براتون گذاشتم. اجرای مبتدی، متوسط و در نهایت پیشرفته که همون ایر اسکوات میشه. رفقا مهمترین نکته برای انجام حرکت اسکوات ایناست که میگم، از پایین بهتون میگم، پا اندازه عرضشونه کمی بیشتر، 1.5 برابر عرضشونه. پا باز، پنجه پا نباید موازی باشه، کمی به سمت بیرونه. اصلا اشکالی نداره که زانو از پنجه جلو بیاد. این یه باور اشتباهه تو اینستا و جامعه به ما خوروندن. اونو فراموش کنید. پس شد پا اندازه 1.5 برابر عرضشونه باز، پنجه پا کمی به سمت بیرون، شکم منقبض، باسن منقبض، لگن رو هل میدیم عقب. کمر بچه‌ها دیگه حرکتی نداره، فقط از مفصل زانو، لگن و مچ خم میشیم، میایم پایین تا زاویه مد نظر و بعد دوباره برمیگردیم بالا. به این ترتیب حرکت رو انجام میدیم. هر مدل اجرایی که راحت ترید الان رو انتخاب بکنید. 5 ثانیه تا شروع حرکت اسکوات. آماده رفقا؟ 1 2 3 برو. بریم آروم، میریم پایین، سری میایم بالا. 1 2 3 1 1 2 3 2. مرسی. 3 تا 4 تا به به 5 تا 6 7 8. مرسی. 2 تا دیگه. 9 10. استراحت. نفس عمیق، آب بخورید تا آماده شیم برای ست دوم. رفقا ورزشکاری که مدت زیادی تمرین نکرده، 1 سال 6 ماه، باید از صفر شروع کنه. از صفر شروع میکنه ولی سریع دوباره میکنه میره بالا. مثل الان من بالا 1 سال 1 سال نیمه که ورزش نکردم، ولی خب
استارتشو با هم زدیم و خودتون تغییرات منو میبینید تا روز 45. بریم واسه ست دوم. آماده ای؟ 1 2 3 برو بریم. 3 ثانیه میشینیم، 1 ثانیه پا میشیم. 1 2 3 2. بچه‌ها سرعت با من هماهنگا. 3 تا. 1 2 3 4. 1 2 3 5. مرسی. 6 1 2 3 7. 1 2 3 8. 1 2 3 9. 1 2 3 10. بنازم. شیره. عالی بچه‌ها. ست آخر رو یه کوچولو میخوایم سخت‌تر کنیم. وقتی رفتیم پایین یه پالس میزنیم بعد میایم بالا. یعنی چی؟ 1 2 3. اینجا که رسیدی یه پالس بعد میای بالا. آماده ای؟ 3 ثانیه دیگه شروع میکنیم. 1 2 3 برو بریم. 1 2 3 پالس. 1 1 2 3 پالس. 2. مرسی. 3 تا. 1 2 3 پالس. 4 تا. بنازم. نصفشو رفتی ها. پالس. 5 تا. 5 تا دیگه. 1 2 3 پالس. 6 1 2 3 پالس. 7. 3 تا دیگه. 8. 2 تا دیگه. یه دونه دیگه. پالس. استراحت. بنازم. اسکوات هم زدیم. بریم برای حرکت بعد. حرکت خفن پل واسن. بچه‌ها کافیه که دراز بکشید روی زمین. این حرکت ساده است و از این ساده تر نمیشه. همه میتونن انجام بدن. بهترین حرکت واسه تقویت کمر، باسن بی‌نظیره. رفقا پنجه پا کمی به سمت بیرون. عین اسکوات یادتون هست که گفتم موازی نباشه، کمی اینطوری باشه. تو این حرکت هم همینه. باعث انقباض بهتر توی لگن میشه. حالا با پاهاتون زمین رو فشار بدید، لگن بیاد بالا به شکلی که با شکمتون یه خط صاف بشه. توی نقطه اوج 1 ثانیه انقباض و بعد برمیگردیم پایین. آماده بریم استارتشو بزنیم. 1 2 3 برو بریم. انقباض. 1 2 3 بنازم. 4 5 شیره. 6 7 3 تا دیگه. 3 2 آخری 1. عالی. 30 ثانیه استراحت. کم کم آفتاب داره بیرون میزنه. من اینکو بزنم بچه‌ها. ساعت 5:30 صبح ما اومدیم اینجا برای ضبط. به عشق شما رفقا. دوستتون دارم. خب آماده شید برای ست دوم. 1 2 3 برو بریم. 1 بچه‌ها انقباض نقطه اوج فراموش نشه. 2 3 تا بنازم. 4 تا 5 6 7 8
2 تا دیگه. 9 یه دونه دیگه. 10 استراحت. عالی. خب 3 تا آخرم بزنیم و بریم واسه حرکت خفن پرون وای اکستنشن. بهتون توضیحش میدم، نگران نباشید. خب بچه‌ها 10 ثانیه تا ست آخر. آماده باشین. 1 2 3 برو ماشاءالله. 1 2 3 مرسی. 4 5 6 7 8 2 تا دیگه. 9 یه دونه دیگه. 10 استراحت. خیلی خوب رفقا، یه کوچولو آب بزنید. رفقایی که قوز دارن یه کوچولو پشت میز نشینن یا کت بالدار دارن یا کلا ضعف دارن تو ناحیه کمربند شانه، این حرکت بی‌نظیره واسهشون. اجرای ساده‌ای داره. البته فعلا ساده است، تو جلسات آینده ساده نمیمونه. شما قوی تر میشید، البته از پس سختاش هم برمیاد. کافیه که به شکم دراز بکشید، دستا شبیه حرف انگلیسی وای به سمت روبرو، 60 رو به آسمونه. بچه‌ها یک لحظه بالا تنه بلند میشه همراه با دستا. تو نقطه اوج 1 ثانیه مکس داریم، بعد میایم پایین. و همین سادگی. اینو میخوایم 10 تکرار با هم بریم. حاضری؟ 1 2 3 برو ماشاءالله. بچه‌ها سرعت هماهنگ با من. دستاتون زمین رو تاچ نمیکنه، مماسه با زمینه. پاها روی زمین، فقط بالا تنه میاد بالا. 3 تا مرسی. بچه‌ها دستا رو تا میتونید بکشید. 4 تا عالی. 5 تا دیگه. 5 4 3 2 تا مونده. یه دونه دیگه بزنید تمومه. استراحت. مرسی. بچه ها حتما گرفتگی سراغ شما میاد فردا پس فردا. اصلا هفته اول شما گرفتگی رو داری و این چیز کاملا طبیعیه. حالا چطوری برطرفش کنیم؟ آب کافی بخوریم، به موقع بخوابین، کالری که مورد نیازه رو دریافت کنید و از هم مهمتر یه فعالیت لایت داشته باشید، مثل بازی کردن مثلا یه بدمینتون، چه میدونم یه مثلا پیاده روی سبک، یه فعالیتی که نه سنگین باشه نه طوری باشه که شما اصلا عرق نکنید. خون که توی بدن به جریان بیفته، گرفتگی هم از بدنتون بیرون میره. بریم واسه ست دوم. آماده اید؟ دستا کاملا کشیده، یعنی یه جوری دستاتو بکش انگار مثلا این اونجا من میخوام بگیرمش. خب یه همچین تصوری بکن، کامل دستا رو بکش. بریم برای دومی. 1 2 3 1 مرسی. 2 3 4 5 6 4 تا دیگه. 4 3 2 آخری 1 استراحت. ماشاءالله. یه ست دیگه بریم تموم ها.
بنازم. 3 تا آخره. اینو بزنی ببین تمرین امروز رو تموم شده بدون. دیگه سخت امروز این بود. بعد این حرکت سگ پرنده داریم و سرد میکنیم و تمام. پس این 3 تا قشنگ با قدرت بزن. حاضر؟ 1 2 3 برو ماشاءالله. 60 رو به آسمون. 1 2 3 4 بچه ها پا تکون نخورا. 5 6 7 3 تا دیگه. 8 9 یه دونه دیگه. 10 استراحت و تمام. خب بچه ها حرکت بعدی حرکت سگ پرنده. از اون حرکات فوق‌العاده است برای کمر. طی این دوره رفقا هم درداتون کم میشه، دردای مثل زانو، چه میدونم کمر درد، و هم بدنتون شکل میگیره، چربی کم میکنید، عضله میارید و میگم تمام فاکتور آمادگی جسمانی تقویت میشه. حرکت به این شکلی، حالت 4 دست و پا وای میستیم، کف دست ها روی زمینه، کمر صافه، نه اینجوری باشه نه بدید بالا، صاف تا جایی که میتونید صاف نگه دارید. زانو 90 درجه، دست و پای مخالف رو از هم دور میکنید و همین شکل. آماده ای؟ میخوایم 16 تا بریم. خب سرجم که میشه 8 تا چپ 8 تا راست. 3 2 1 برو ماشاءالله. 1 2 3 4 5 سرعت هماهنگ با منو. 6 7 8 9 10 11 12 برو ماشاءالله. 13 14 15 اینم 16. استراحت. عالی. خب رفقا 15 ثانیه 10 ثانیه دیگه شروع میکنیم. حالتشو بگیرید. 5 ثانیه دیگه. حاضر؟ 1 2 3 برو ماشاءالله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 تا دیگه. 6 5 4 3 2 یه دونه دیگه. استراحت. ای بابا عرق چطوری میره تو چشمم. من که هدبندم دارم. ماشاءالله شیر. خب رفقا این ستم بریم تمومه. همینطور که نشستیم همینجا سرد میکنیم و تمام. این سه تو جانانه بریم باشه. همونطور که تا الان جانانه اومدید. 3 2 1 برو ماشاءالله.
1 هماهنگ با منو 2 3 مرسی 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 یه دونه دیگه استراحت. شیره رفقا همینجوری بشینید. پاها باز، پا رو باز کنید. تو همین حالت میخوایم سرد کنیم. خب سعی کنید نوک پنجه پاتون رو بگیرید. اگر نمیتونید دستتون نمیرسه مچو بگیرید. زانو صافه، لگن رو عقب نگه دارید. نفسای عمیق منظم میخوایم سرد کنیم رفقا. مرسی. خوبه؟ حالا دو دستی یکی از پاهاتو بگیر. پنجه به سمت خودت. خوبه؟ سویچ میکنیم. آروم برید سمت اون یکی پا. نگه دار. حله. حالا بچه ها کف پا رو بچسبونید به هم. زانو رو بکشید پایین. کمر صاف. باریکلا. مرسی. درود بر شما. حالا بچه ها راحت بشینید تخت. کف دست راست رو کتف چپ، با اون یکی دست آرنج رو بکشید پایین. برید به سمت مخالف. اگه دست راست تو بردی پشت، برو به سمت چپ. باریکلا. زیر بغلت باید کش بیاد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سویچ کنید. برو ماشاءالله. ببین اگر یه سمتت بیشتر از اون یکی سمتت کش اومد، یعنی که اون ورت کوتاه شده. خب همین کوتاهی‌ها باعث ناترازی میشه تو شونه، تو لگن. سر همینه که رفقا میگم بعد از این دوره آرزه های اسکلتیتون هم بهتر میشه، مثل افتادگی شانه، تیلت لگن که خیلی شایعه توی جامعه. خوبه؟ بچه بریم رو حرکت چایلد پوز. به همین شکل نگاه کن. اول تو این حالت میشینی رو پا، دستا رو میکشی تا جایی که میتونی جلو، پیشونی رو زمین. به همین حالت فقط تا میتونی دستا رو بکش جلو. ماشاءالله. نفسای عمیق یادت نره.
مرسی. حالا رفقا توی همون وضعیت یکی از دستا رو دور کنید و وزنتون رو بندازید رو عضله سینه به این حالت. حتما داخل عضله سینه کشش رو احساس کنید. ماشاءالله 30 ثانیه میخوایم نگه داریم ما. حل آروم سویش میکنیم بچه ها. دست عوض. حالا بچه آروم بیایید بالا بشینید. 3 تا نفس عمیق. آماده ای؟ 1 2 3. ریت که پر شد 1 ثانیه مکس. تمام. درود بر شما. خدا قوت میگم که تونستی جلسه اول رو انجام بدی. به همین ترتیب میخوایم یه روز زمین ورزش بکنیم، 1 ماه تا 45 روز دوره رو انجام بدیم و در نهایت نتایج رو میبینید رفقا. ازتون میخوام اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری در مورد رژیم داشته باشید، اگر که میخواید سایز بگیرید، اگر میخواید سایز کم کنید، حتما داخل کانال تلگرام عضو بشید، به خاطر اینکه اون غذایی که به بدن شما فرم میده، خارجی‌ها میگن food is information، غذا اطلاعاته، اطلاعات رو میدی به بدن، خروجی رو تحویل میگیری، همه چیز کالریه. سر همین حتما عضو کانال تلگرام بشید. نکات تغذیه‌ای رو بهتون از صفر آموزش میدم که بتونید برای خودتون رژیم طراحی کنید و سایز بگیرید یا سایز کم کنید، چربی از دست بدید و عضله بسازید. دوستتون دارم. پس فردا میبینمتون با جلسه دوم. فعلا خداحافظ.